بسم الله الرحمن الرحیم. ulu Tanrı'nın adıyla. یه بار دیگه باید فکر کنم که خب برنامه 179 مهندسی جهل رو آغاز میکنیم. من دارم به این نتیجه میرسم که یواش یواش اسم این برنامه مهندسی جهل رو عوض بکنیم، برای اینکه فکر میکنم من یه مقدار از این مهندسی جهل خارج شدم و وارد تمدن فکری، معنوی، مکتوب، اخلاقی، عرفانی و حتی چنین مهندسی جهانی ایجاد کرده بود. یه مقدار اندکی خارج شدن و درون تمدن فکری ترک ها و تمدن مکتوب، تمدن عاطفی، تمدن اخلاقی، تمدن فلسفی، تمدن عرفانی، تمدن دینی ترک ها زندگی میکنم. الان فکر میکنم باید اسم برنامه رو تغییر بدیم و ولی این خودش هم زیباست، یعنی اسم جالبی هست به نظر من. خب نوبتی هم باشه بریم سراغ یک کتاب ترکی دیگری که چند روز پیش دانلود کردیم، ببینیم که چه کتابی برای شانس امروز ما در میاد. دیروز با کتاب لغت اربعه آشنا شدیم، جالب بود. لغات 4 زبان ترکی، عربی، فارسی و یونانی رو نوشته بود و آموزش میداد زمانها و اینها رو که خب ما به خاطر و بعد لغتها رو من این کتاب رو خیلی پسندیدم به خاطر اینکه این لغتنامه تخصصی نبود، لغتنامه عامه و عمومی نبود، لغتنامه بود که برای روزمره نوشته شده بود. لغت‌هایی که در زندگی روزمره کاربرد داره، مثل اسم حیوانات هست، اسم اعضای بدن، اسم وسایلی که تو خونه هست، ابزارالاتی که تو خونه هست و اسم ابزارالات جنگی و اینا که در گذشته خیلی متداول بوده. مثلا امروزه اسم وسایل مکانیکی مثلا خیلی امروزه متداوله. در گذشته ابزارالات جنگی و چگونگی جنگ و اینها خیلی مهم بوده. به هر حال کتاب بسیار جالبی بود. حالا بریم سراغ این کتابان که ببینیم این کتاب چی هست. اصلا اینجا چیزی هم براش نوشته نشده. بذار ببینیم این کتاب چه کتابی است. یازما باغشلار. این کتاب رو همینطور که جلدشو داریم میبینیم نگاه کنیم. این کتاب در دوره عثمانی قطعا نوشته شده و دارای نقاشی روی جلد هستش که نقاشی روی آب هست که منتقل شده به روی کاغذ و به جلد چسبانده شده. اینجا با شاعر فضولی، احتمالا کتاب فضولی این هستش، در دست ما هست. صفحه جلد رو باز کرده. متاسفانه میبینیم که کتاب آسیب دیده در حاشیه، یه مقداری در این ببخشید حاشیه گفتم، در شیرازه یه مقداری، البته احتمالاً خیلی هم آسیب به خاطر اینی که پاره شده، این دوباره چسباندن. این کتاب در کتابخانه سلیمانیه نگهداری میشه. اینجا یک چیزی من کتب العصری اینجا اصلا نقطه نگذاشته دیگه. اینم یکی از علامه این هستش که اینجا با یک حاشیه بر کتاب مواجهیم. قبل از این کتاب بشه یه نفر اومده یه چیزهایی رو در این صفحه نوشته و کتاب رو معکوس کرده، دوباره نوشته یه چیز دیگری، یه شخص دیگری با یه قلم دیگری. این دو قلمه متفاوت هستن و اینجا میرسیم به اصل کتاب که حالا بذارید برمیگردیم این رو. حمد سپاس و ثنای بیعد المتکلم سحر آفرینه یا سحر آفرینه. سحر آفرینه که سفینه سکان بحار بحور نظمی، تموج استغراق شعرا. حالا دیگه بقیهش هم میخونیم. اینجا این کتاب ترکی هستش. از همینجا کتاب میبینیم که در خیلی ازش استفاده شده
اثر انگشت ها رو در متن صفحه، در همه جای صفحه ها میتونیم ببینیم. متاسفانه ما به هنگام استفاده معمولا وقتی غذا هم میخوریم و اینا دستمون هم یا حتی بیرون هستیم عرق کردیم و اینها در هوای گرم دستمون رو با همون میزنیم به کتاب ها، میگیم کتاب دیگه. حالا البته کتاب چاپی که دیگه ارزش آنچنانی جز خواندن نداره و باید حالا خیلی مهم نیست که در خونه باشه یا نباشه، ولی کتاب های خطی یه چیز دیگریه، به خصوص که بسیار گران بوده. این در حاشیه هاشو میبینیم، یعنی در اون لبه تیغه برگ ها میبینیم که خیلی پلاسیده شده، خیلی حالا اینو به ترکی نمیدونم چه، به فارسی نمیدونم چی باید گفت، هپیبده و حالا این میبینیم که خیلی آسیب دیده. ولی متن کتاب رو الان میبینیم که با تعداد زیادی خط سیاه و یه خط قرمز دور متن کادر کشیده و این در 2 صفحه اینجا میبینیم. در صفحه های سوم هم همین هست، ولی در صفحه 4 به بعد به جای قرمز از رنگ سیاه و به جای اون سیاه ها هم از رنگ زیتونی یا طلایی استفاده کرده. در 3 طرف این هر صفحه ما میبینیم که جا برای حاشیه نویسی گذاشته و این بالا میبینیم که یک کسی اومده با یه قلم دیگری یه چیزی، یه شعری رو اینجا نوشته و رطوبتی که به کتاب نفوذ کرده بیشتر دیده میشه. این کتاب اینجا اصلا یه جایی رسیده که یه بخش مهمی از کتاب و در صفحه های بعدی هم کلن احتمالا حتی پاکش کردن. این قسمت از متن رو احتمالا به بهانه آب گرفتگی یه بخشی از اینجا رو پاک کردن و یه مهری اینجا خورده، اینم چیز شده. در صفحات بعدی هم همینجا میبینیم که آیا اینها رنگ این پاک کردگی و آب ریختگی هستش و این البته کج نوشته شده بوده، مثل بالا که از راست به چپ می نویسن، نه، این از عمود بر اون افقی ها نوشته بوده و این رو پاک کردن و در صفحات بعدی هم این 2 جا رو می بینیم. این کتاب در اینجا تموم میشه احتمالا، یا مقدمه تمام می شود و اصل کتاب از اینجا شروع میشه که بسیار زیرا تذهیب کاری شده. یعنی اینو نمیتونم با کلمات توصیف بدم. مثل فرش‌های امروزی که دارای لور، حاشیه، ارتا حاشیه، پیوچ حاشیه، دوباره حاشیه، دوباره چیچی حاشیه و دوباره اینجوری و بعد متن خود چیز که خیلی زیبا مثل یک قالی نقاشی شده با رنگ آبی و رنگ، حالا بگیم نمیدونم این رنگ یادم نیست در ترکی چه رنگی میگفتیم، فارسیش هم که اصلا نمیدونم. همون متن کتاب رو به همین رنگ نقاشی کردن. این طرف کتاب به خاطر آب رفتگی صفحه سمت راست کتاب عکسش افتاده روی بخشی از بالای صفحه دوم، یعنی صفحه 9 و 10 اینجوری. حالا اگه بگیم ابیات رو بین یک بیت که فاصله هست بین مصرع‌هاش اینجا رو نقاشی کرده با رنگ آبی و پس زمینه و روش داخل اون گل‌های تقریباً در مایه‌های آبی رنگ و قرمز رنگ و اینها نقاشی کردن. خود ابیات رو هم مثل ابر که میکشن برای صحبت اونجوری ابرکاری کردن، نقاشی کردن اطرافشو و داخلش سفید و داخل این اشعار رو نوشتن. در حقیقت متن کتاب، کل صفحه کتاب تا اینجا به رنگ نقاشی شده این 2 صفحه و روی نقاشی ها این کتاب، من اینجا یه لحظه اسم فضولی دیدم. در این کتاب مربوط به شاعر بزرگ ما فضولی هستش که تنها شاعر نیست، ایشون یک کتاب هم از ایشون حداقل در چند روز قبل خوندیم که
مربوط به یه ترجمه بود و ترجمه بسیار جالبی رو انجام داده بود. حالا یادم نیست از صائب بود یا از چه کسی بود، یه کتابی رو ترجمه کرده بود. ما الان با این اشعار مواجهیم. کتاب بسیار آسیب دیده. ما الان این شیرازه رو میبینیم که آسیب دیده، تلاش کردن با سریشم هر چیزی بچسبونن. کتاب هم انگار که پاره شده، چند جاش نگاه کنید صفحه ها پاره شده. این صفحات رو با یه نوع چسب سریشم چسبوندن و این چسباندن چیز هم متاسفانه بعضا روی اشعار هم چسباندن. یعنی اینجا این یه چیز رو اینجا دیگه بدتر هست. یه نقاشی بوده، یه مینیاتور بوده در کتاب که این هم به خاطر احتمالاً آب گرفتگی و نم کاملا به هم ریخته نقاشی یه بخشش. البته احتمالا نوع نقاشی همین باشه. حالا اینجا از کادر زده بیرون، یه نقاشی جالبیه. اگر این بله عمدن این نقاشی رو، مینیاتور رو از کادر در دو جهت، از به خصوص در جهت سمت راست از صفحه کشیده بیرون و بیرون صفحه نقاشی کرده. زندگی خارج از کادر میتونه باشه، ولی در اونجا آدم ها نیستن. اونجا احتمال افکار و فضای بی نهایت فکر و اندیشه میتونه باشه. این کتاب در 228 صفحه احتمالاً هستش که در پی دی اف 114 صفحه دیده میشه. ما این اشعار رو میبینیم و همینطور با یه مقدار با سرعت بیشتری اینها رو من ورق بزنم. کتاب به همون شکل، بعضی جاها این آلودگی دست و ریختن روغن و از این چیزا بیشتر شده، بعضی جاها کمتر شده، ولی به هر حال همون کتاب به هر حال کتاب تاریخی بسیار معظم و به خصوص مینیاتوره احتمالاً میلیون ها دلار ارزش داشته باشه. اینجا دوباره با یک مینیاتور دیگری هستیم که کشیده شده، طراحی شده، بخشش هم رنگ آمیزی شده، اما خود مینیاتور اون آدم ها نقاشی با یه نقاشی در کنار حاشیه کتاب روبرو بودیم که کادر شکسته. در اینجا یا احتمالاً کتاب پاره شده، احتمال میدم کتاب پاره شده یا کادر شکسته، نقاشی کردن به بیرون و اینجا بله من فکر کنم که این یه نوع نقاشیه. کادر رو در 3 جهت شکسته تا نقاشی بکنه. جا برای نقاشی اینا گذاشته، یه علایمی هم برای نقاشی احتمالاً طراحی کرده ولی دیگه ادامه نداده. در اینجا هم میبینیم در سمت چپ اون نقاشی که مینیاتوری که کشیده شده، بخشش رنگ آمیزی شده، بخشش اصلا فقط با مداد نقاشی شده که یه جوانی روی اسب هست و یک پیرزن یا پیرمردی در پایین داره در آرزوی اون هست در اصل. این هم یه قسمتی از شعر در بالای این وسط این کادر، وسط که نگیم در بالای این عکس نقاشی اومده و بعد این نقاشی ادامه این نقاشی این مینیاتور از صفحه از اون کادر زده بیرون و اینجا دوباره زندگی و فضا و فکر و روحانیت و عشق و اینجور چیزها رو اگه ترسیم کرده باشه، این از کادر رسمی زندگی، چارچوب زندگی و کادر قوانین و دین و شریعت و هر چی که بگیم عرف و عادت میزنه بیرون، یعنی میشکنه اینها رو. خیلی این جالبه. خودت صفحه راست هم اون کادری که تا این صفحه همه جا ثابت بود جز اون نقاشی، این نقاشی اینجا ما میبینیم که کادر 1 2 احتمالاً از 4 5 حتی 5 جا این کادر این چارچوب شکسته. اینجا شاعر احتمالاً شعرهایی داره که از اون چیزی که ما عادت کردیم، اون جامعه در اون تاریخ به اون عادت کرده بود، از نظر دینی، از نظر حقوقی، از نظر سیاسی، از نظر اعتقادی، از نظر مذهبی، از نظر اینکه حالا هر چیزی بوده، اینها رو میشکنه، احتمالاً سمبولیزه میکنه اون رو. و ما همینطور ادامه میدیم. نقاشی رو من یه مقدار سرعت بیشتری به این بدم.
این کتاب بسیار زیباست. دوباره اینجا میبینیم که این کتاب پاره شده و با یه چسبی این رو چسباندند. حالا میتونم بگم که بعضا احتمالا خود این چسباندن ها هم یک نوع چیز هست، ولی نه، یک نوع کادرسازی. اینجا آب وارد کتاب از شیرازه کتاب بیشتر وارد آب هست در اینجا. در صفحات بعدی هم همون رو میبینیم. در این صفحه که بیشتر هست، به خصوص که یه نقاشی هم احتمالا مینیاتور اینجا یا در صفحه پایینی هستش. این احتمال میدم در صفحه پایینی، یعنی پشت همین صفحه هستش که در اینجا، از اینجا به اینجا به خاطر اون آبرفتگی رنگ چیز شده به اینجا میاد. و این نقاشی، این مینیاتور چقدر عالیه. آدم‌های لختی که احتمالاً زن و مرد، زنها و مردان لختی که در حوض و اطراف حوض هستند. احتمالاً مرد، زن میگم به احتمال باشه که مرد باشن، چون مردها در گذشته موهای بلندی داشتند. ولی خب این کتاب رو حالا اگه برگردیم بتونیم اینو بزرگش بکنیم و ببینیم، خیلی عالی. باز هم این نقاشی رو نقاشی کرده، یه مقدار به رنگ بدن آدم رنگ آمیزی کرده، ولی خب مثلا خیلی ابتدایی. و دو نفر هم انگار که اینجا یه حمام عمومی هست، یه نفر هم حالا اون بالا میخواد دید بزنه یا یه کاری بکنه، نمیدونم. بالا اونم البته نقاشی شده. خیلی جالبه، خیلی جالبه. احتمالاً این کتاب اگه دست یه عده بود، احتمالاً این رو پاره میکردن، میفروختن این اروپایی ها. اینجا با یه مینیاتور دیگری دوباره روبرو هستیم که کادر رو، این کادر انگار که نظم و قوانین اجتماعی است. شاعر و این طراح، کسی که این کتاب رو میخریده، نقاشی میکرده و مینوشته، تلاش داره که این کادر رو بشکنه. رسمیت های زندگی، اون قوانین دست و پاگیری که در زندگی و شعر و اینجور چیزا وجود داره رو هر از گاهی بشکنه. در اینجا دوباره میبینیم که انگار یک صحراست، یک مردی نیمه لخت با بالاتنه لخت و پایینتنه پوشیده در صحرا نشسته. احتمالاً یه حیوانی رو یا شکار کرده یا جلوش به هر حال خوابیده یا خوابانده. احتمالاً 2 تا ببر یا سگ خالدار یا احتمالاً یه چنین چیزی در مقابلش هستن، نشستن، به دارن نگاه میکنن که سهمی بگیرن. چند تا آهو در اطراف اونها دیده میشه و یه خانم با لباس رنگی خارج از کادر داره، از خارج میشه، یعنی زانو زده نشسته، داره یه کاری انجام میده، ولی این کار خارج است. انگار که حضرت حوا اون سیبه رو قاچاقی از بهشت میچینه، اون چیزی که ممنوع بوده رو اینجا اونو نشون میده که انگار یک جنگلی هست در خارج از کادر، یک بهشتی هست در خارج از کادر، یک آرمان شهری هست در خارج از کادر. و این زن جرأت کرده تمامی این عادات و اخلاق و رسومات و دینی رو که پایبند زن هست، این رو بشکنه و دستشو و بخشی از بدنش رو از کادر بیرون کرده. انگار که مثلا یه جوری میخواد یه چیزی از اونجا بچینه، یه چیزی از اونجا برداره، یه حالت زانو زدن یک پا، انگار که مثلا از یه جایی یه چیزی میچینه، مثل اینکه جلوی کمد نشسته، یه جوری یه پاش روی زمین هست، کاملا زانو تا زانو روی زمین هست و اون یکی حالت نیمه ایستاده داره، چون باطمه انگار زده مثلا. خیلی زیباست. در این حال موی این خانم دیده میشه، پاش دیده میشه، ولی بقیه جا، یعنی میگم اون رسم و رسوم چیز رو میشکنه. خیلی زیبا، خیلی زیبا نقاشی اینجا. یک نوع انقلابه برعکس اون چیزهایی که تا الان دید. البته در مینیاتور معمولا زنها موهاشون دیده میشه، یعنی این که مو حرامه، اینها دروغه در مینیاتور اسلامی، به خصوص از زمانی که
صفویه وارد بحث مینیاتور میشن در این منطقه‌ای که امروزه بخش کوچیکی از اون به نام ایران نامیده میشه، جزو آذربایجان بوده ولی در امپراتوری آذربایجان خیلی فراتر از ایران امروزی بوده و ایران امروزی بخش کوچیکی از اون آذربایجان دوره صفویه هستش، امپراتوری صفویه و امپراتوری آذربایجان هستش. و حتی میگیم امپراتوری نگیم حاکمیت، برای اینکه امپراتوری من معنی که اخیراً ازش پیدا کردم این که هر شهری که یه مقدار آدمی داشت و هر خانی که یه مقدار یه جایی متمرکزی داشت و یه 10 تا 20 تا روستا داشت بهش میگفتن امپراتور. اگه چند تا سربازم میتونست مسلح بکنه بهش میگفتن امپراتور. ولی این چیزی که ما اینجا میگیم این کشورهای بسیار, بسیار گسترده هستش. یعنی اگر مثل اروپا حساب بکنیم ممکنه که در حاکمیت صفویه 100 تا امپراتور وجود داشته باشه، شاید بیشتر. فقط در دوره نادرشاه ایشون وقتی میخواد رهبران ترکمان‌ها رو اونجا جمع بکنه چند 10,000 نفر رو جمع میکنه. یعنی اینا هر کدوم خان منطقه خودشون هستن، ارباب منطقه خودشون هستن، دارای قشون هستن، نیروی مسلح، نیروی نظامی هستن. ایران امروزی یه پارچه بسیار کوچکی است، ولی در اون دوره میبینیم که صفویه وقتی حاکم میشن و مینیاتور جای خودش رو باز میکنه حتی در اماکن مذهبی و شکل‌های خاصی رو میگیره، میبینیم که در کتاب‌ها زن برهنگی داره یه مقداری. یعنی برعکس اون چیزی که در آموزه‌های دینی هستش که مثلا موی سرش دیده نشه، یه تفسیری از اسلام ارائه میده که در اون تفسیر موی زن در مینیاتور دیده میشه و این یک انقلابه. از نظر من یک انقلاب در مورد اون آموزه هایی که ملاها در طول تاریخ تحمیل کرده بودن که اسلام این چنینه و اون چنونه، میاد از میشکنه در کتاب ها این چهارچوب تحمیلی ملاها رو در دوره صفویه و بعد از آن میشکنه. و حالا ما اینها رو من قبلا تلاش کردم یکی دو بار در مورد سریال های ترکیه اشتباهات رو بگم. ببینید مسیحی ها هنوز هم، مسیحی ها و یهودی های افراطی هنوز هم سرپوشیده هستن، هنوز هم لباس های بلند میپوشن مثل عبا، سرشون میبندن، معمولا هم سیاه هستش. حالا این خانم هایی که در بیمارستان ها کار میکنن، مثلا در بابا باقی در تبریز جزامخانه، اینا اون حالا خواهر روحانی میگن چی میگن، اینها به خاطر اون جایی که کار میکنن لباس سفید میپوشن و سرشون رو با یه پارچه سفید میبندن، علامت اینکه بیمارستان و پزشکی و تمیزی و اینها. ولی خب در غیر این صورت این که ما میبینیم در فیلم ها دوره قرون وسطا، اولا در تمامی سریال های ترکی قرون وسطای اروپا خیلی رنگین و زنگینن، در حالی که ما میدونیم یک کتابی است به نام شاهزاده و گدا و یک کتابی است به نام بینوایان که اینها دو کشور فرانسه، بینوایان فرانسه رو که اوج تمدنش هست و انگلستان رو دارن نشون میدن. البته در مورد انگلستان خیلی کتاب‌های زیادی نوشته شده، فیلم‌های زیادی نوشته شده، فقر رو نشون میده، لباس رو نشون میده، پوشاک رو نشون میده. ما میدونیم که در اون زمان زنها اگر سواد داشت، اگر میتونست ریاضی بنویسه، به عنوان جادوگر اعدام میشدن. زنها دیده نمیشدن، بدنشون دیده نمیشد، موهاشون دیده نمیشد، دستاشون دیده نمیشد، دستاشون احتمالاً دیده میشد ولی بدنشون دیده نمیشد. ما امروزه میبینیم لباسهای زنگین و رنگین و تمامی زنها با سینه باز و موهای باز و اینها اصلا در اروپا وجود نداشت. اینها کمتر از 100 سال در اروپا رایج شده، کمتر از 100 سال. مثلا سوئد، سوئیس تا 80 سال پیش، حتی آذربایجان، جمهوری آذربایجان جلوتر از اون به خانم ها حق رأی داد و خانم رو به عنوان انسانی که دارای شخصیت، نه فردی ها، شخصیت اجتماعی هست به رسمیت شناخت. در این حالی که الان اینها رو تمامی اون در سریال های ترکیه زنان اروپایی در حالا هر کدوم این بخش های اروپا
بسیار ثروتمند دیده میشه. بعد اینها لباسهای رنگی با اعیان، لباس اعیان با لباس فقرا فرق داره. چند نفر اعیان وجود داشت در دوره قرون وسطا در اروپا؟ فرض بکنید که در انگلستان شاید مثلا تعداد اعیان محدود میشد به لردها، سرها. اعیان این بقیه کشاورز بودن، پیزنت، و بعدن کارگر شدن. همون پیزنت ها، کشاورزان تبدیل شدن به کارگران. و بعد از انقلابات کارگری مختلف از 1900 به بعد، یعنی در 125 سال گذشته، به تدریج زنها تونستن این لباس قدیمی رو یه مقداری، خیلی دیر، من دیدم در سال 1940 و اینها از سینما، وقتی یه خانم این مدل های سینما رو میاد تو شهر زندگی میکنه، یه ویدیو دیدم از گذشته که خبرنگارها ازشون میپرسن، مردم میگن این اصلا خوب نیست. حالا شما اینها رو اینقدر در تلویزیون دارید، اروپا رو اینقدر چیز نشون میدید، در این حال حتی در مورد ترک‌ها هم نشون میده که اینها با لباس‌های عجیب غریب یا بر صورت باز و سینه باز تو خیابون راه میره، با ملا دیدار میکنه، با وزیر دیدار میکنه. بله، تمامی اون کسایی که در حرم بودند احتمالا همیشه با این لباس زندگی میکردن و این لباس رو همه میدیدن. ولی اون کسایی که خارج از حرم باید میزیستن و داخل حرم میومدن، اینها اون قسمتی که زنا بودن نمیتونستن وارد بشن. اندرونی و بیرونی همین بوده. وقتی ما میگیم در حتی این وارد ادبیات فارسی، اندرونی و بیرونی، یا باغ نمیدونم تابستونی و زمستانی و اینها به این معنی است که در فرهنگ و تمدن شهرسازی ترک و اسلامی مرد بیگانه تا یه جایی میتونست وارد خونه بشه، این حق نداشت بره اونجا. زن اون هم وقتی مهمان میومد، زن اون هم میرفت داخل زنهای ما، دختران ما، خانواده من، و اونجا به همون راحتی زنانه با هم زندگی میکردن، کار میکردن، حالا مهمونی بود هرچی بود. ولی وقتی میخواستن شام بخورن، غذا بخورن، اگه میومدن اینجا میشستن، هر کس لباس رسمی خودشو میپوشید. یعنی اینجوری نبود. هنوزم که در آذربایجان هست، هنوزم بسیاری از، با آنکه این 100 سال گذشته، این از 1313 تا الان حدود 90 سال، رضا شاه و بقیه تلاش کردن این لباس رسمی و تاریخی و مذهبی و ترک ها رو از تنشون در بیارن و به جاش در همه جای دنیا ترک ها رو این کار کردن. همه جای دنیا ترک ها وقتی اشغال شدن همین اتفاق افتاد. در ترکیه هم شد، در آذربایجان هم شد، در جاهای دیگه تلاش کردن. عرب ها هم همینطور تلاش این لباس تاریخی اسلامی جغرافیایی متناسب با جغرافیایی زنها و مردها رو از تنشون در بیارن و لباس اروپایی بهشون بپوشونن. و اروپا رو هم دارن خیلی چیز میکنن، ثروتمند. اگه خیلی ثروتمند بودن نمیرفتن در دنیا همه انسان ها رو به بردگی بگیرن. ثروتمند نبودن. در آدمی که چشمش سیر باشه نمیره به مال دیگران چشم بدوزه. اینها چشمشون گرسنه بود و در نتیجه انسان ها رو میکشتن که مالشون رو، ثروتشون رو ببرن. هنوز هم این کارو میکنن، هنوز هم همین کارو میکنن. وقتی عراق رو بمباران میکنن، وقتی سوریه رو، لیبی رو، هر جا رو بمباران میکنن، حتی وقتی با روسیه میخواد در مقابل اوکراین قرار میگه آقا من اینقدر منابع شما رو میخوام، خیلی علنی میگه من میخوام. ثروت اینها رو میگیره. همون غارته، یعنی بکش و صاحب شو، تصاحب شو، یه امکاناتی بده تصاحب شو. در جنگ جهانی دوم یه امکاناتی به حالا کشورهایی که میخواستن مغلوب آلمان بشن داد و ازشون خواست که سروری اون رو بپذیرن و دلار اون رو به عنوان دلار پایه پول دنیا بذارن، قبول بکنن. این چیزهایی که در سریال ها میبینیم اینها رو خیلی جدی نگیرید. حالا ما اینجا رسیدیم به صفحه 6 کتاب که ظاهرا اینجا کتاب میخواد تموم بشه و یک کتاب دیگری شروع میشه. حالا اگر شد ما اینجا بیایم و این رو
اینجا اشعار احتمالا فرم اشعار فرق میکنه که حالا من میام اینجا و دوباره میرسیم به جایی که کتاب کاملا تمام میشه و آخرش دیگه یک کادر خالی بوده. اینجا هم که تو این کتاب برای پاک کردن بعضی جاها آب عمدن ریخته شده و بعد اینها رو پاک کردن، به نظر میاد چون پاک شده بعضی جاها. حالا ببینیم آیا در اینجا ما میتونیم یک تاریخی پیدا بکنیم. به کام دوستان جزی بدخواه، چراغش زند با باد از دولت شاه، چراغش زنده باد از دولت شاه، به حق سید الکونین محمد مصطفی. دیگه چیزی این کتاب تاریخی نداره متاسفانه، که من حالا تلاش میکنم که ببینیم از اول و آخر یه چیزی برای این پیدا بکنیم. این صفحات آخر رو تلاش میکنم بخونیم که ببینیم چی هست. بریم اول کتاب و این اشعار رو شروع بکنیم به خواندن، ببینیم که چی هست. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب رو خیلی بزرگ کردیم، یه مقدار کوچیک بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد بی حد و ثنای بی عد اول متکلم سحرآفرینک سفینه سکان بهار بهور نظمی تموج استغراق الشعراء یتبعهم الغاودن احتمالاً مستغرق گرداب هرمان اتمیش. به نظر میاد که این البته به نظر میاد هرمان رو گرداب هرمان به نظرم میاد که پاک شده باشه از نه یه مقدار شک دارم که این پاک شده باشه از نوشته شده باشه. مستغرق گرداب هرمان اتمیشی کن سلسله استثناء ان الذين آمنوا براغب ان الذين آمنوا براغب شعرای اسلامی صحیح و سالم ساحل نجات چکمش سپاس و بیقیاس اول نازم نظم آسمان و زمینکی بسمیله نظمین افسر فرق فرگان. افسر تاج، فرق باش، فرگان آیران. ادب مزرعه قلوب اهل عرفان ده نهال موزونیت تکمش. موزونیت دارای وزن، یعنی آهنگ شعری اینا. موزونیت تکمش. زهی صانع کی لوح جانه کلکی عشق توفیقی ازلدن اقتضای نظمی جان پرور رقم قılmış. کمال شعر gibi احتمالا این کبی یا کسبی ممکن olmaz. کمال شعر کسبی یعنی به دست آوردن، کسب کردن. ممکن olmaz. olmadın گریان آنا منت کی گریان آنا منت که طبع لطف نظم اتمیش. طبع لطف نظم etmiş کرم قılmış mübdeyi ki خامه توفیق او دارد در قسم صفی ادراک ارباب سخن نقش خیال طبع موزون از علامتهای لطف خاص اوست نیست چون علم دیگر مقدور کسب این کمال. اینجا فکر می‌کنم اینا شعر فارسی، به فارسی شعره. این بالا یه چیزی نوشته که کبوتر gibi göklerde
üçerse huma tal'at به حمدالله که شهباز فلک پرواز در گگلم. این شعر در بالای کادر نوشته شده به قلم دیگری و این مربوط به یه شخص دیگری که این کتاب رو خریده بوده میخوانده و این شعر به چشمش یا به دلش افتاده و این رو نوشته یا از یک کسی نقل قول کرده. حالا نصف من اهدى النفوس الى المنی و قد شکال امور کلها و تموم شد اینجا. و درود و حالا این یه حدیثی بود هرچی بود اینجا آورد. ما الان خب و درود نامعدود اول مخاطب کلام معجز نظامک فنون و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له مردود تبایع قلمشیکن بول قلوب اهل حال اتمش و ثنای بیریا اول قافیه. این کتاب دستنویش است دوستان. من که دارم این رو میخونم خطش به قدری زیبا و نوشته شده و مونده خوشبختانه که من به این روانی میتونم بخونم. این کتاب خطی قدیمی دستنوشته هستش. احتمالاً بیش از 400 سال عمر داره. احتمال دارم میدم. و ثنای بیریا اول قافیه سنج نظم انبیایه که عدم التفات لریله رتبه پایی اهانت قالمشیکن سعادت انتصاب شریف لریله فیل جمله درجه اعتباره یتمش اول دور درجی انا افسحو چی حکمت دایسی شعر شهیدیله شعر شهدیله شهد شیرین شعر شهدیله لب جان پرورون ترقلمش شعر. حالا اینجا از اینجا به بعد احتمالا شعر yer زیوردür اما پز کبی ناقصلره biz کمی ناقصلره. این پ نوشته ولی من یعنی پزکبی خونده نمیشه. به نظرم میاد که باید yer زیوردür اما biz کبی ناقصلره ol ki kamildür ani muhtaç زیور قلممش. احمد مرسل آن که در عالم احمد مرسل آندر عالم یا آن که در عالم هرچه باشد. این فارسی شد از اینجا. احمد مرسل آن که در عالم هرچه باشد طفیل خلقت اوست رتبه شعر هم از اوست بلند محک جوهر نبوت اوست اسنا علا خیر اسنا علا خیر الانام محمدن کشف دجا بعضی به ضیاء بدر جمال به ثنا. اینجا شعر عربی با امثله ها و ضرب المثل ها قاطی میشه. کشف دجا بیضاء بدر جمال به ثنائه احتمالا شعر عربی هست. به ثنائه اما بعد. حالا اینجا کتاب رسید به اینجا به زبان شعر و موسیقی و اینها ضرب المثل و آیه و حدیث و اینها اومد سلام و صلوات فرستاد به الله تبارک تعالی و پیغمبران و اینها و حالا رسید و اما بعد راقم تسویدات صحایف عصیان فضولی ناتوان هر ترزیله بیان حال دیگه نهجیله شرح این فضولی. حالا اینجا صحایف عصیان فضولی، اینجا عصیان، اون عصیان که اونجا دیدیم کادر رو میزنه بیرون، من درست گفتم به نظرم بیاد همین عصیان ناتوان هر طرزی بیان حال به هر طرز و شیوهی.
بیان حال و بو نهجله، به همین طریق، به همین شیوه. شرح ما فی البال ادر، چی؟ چون زورق وجودم بادبان طبیعت بیرل دریای طفولیتن ساحل ادراک و احساس یدی و تحریک مو آموس بیرل و تحریک مو آموس مو به مو آموس. احتمال میدم دوستان این مو آموس پاک شده دوباره نوشته شده. حتی اون ساحل هم به نظر میاد که نوشته شده و دوباره چی شده. وجودن در کلمه بالا، دوستانی که میتونن الان این رو ببینن، اونهایی که میتونن از یوتیوب صفحه رو ببینن متوجه میشن که انگار با یک انگشتی یه چیزی که به جای وجود نوشته شده بوده اون رو پاک کردن، اثر اون انگشت اون سیاهی مونده و روش با یه جوهری که یه مقدار فرق داره سیاهیش و چیزش، اونجا وجودم رو نوشتن. همونطور که ساحل رو همین کار رو کردن، همونطور که مواموس رو این کار رو کردن و مواموس دیده میشه که اصلا یه چیزی پاک شده. خب حالا برگردیم دوباره. ما فی البال ایدر که چون زورق وجودم بادبان طبیعت بیرل دریای طفولیتن ساحل ادراک و احساس یدی و تحریک مواموس بیرل آتش ثبوت. این مواموس یعنی چی؟ خیلی هم هوا و هوس احتمالا بشه. اینو هوا و هوس بخونیم، زیرش یه حالت ویرگول دیده میشه، من اینو هوا و هوس بخونم. ساحل ادراک و احساس یدی و تحریک هوا و هوس بیرله. بله هوا و هوس بهتر دیده میشه. یه کمال معنوی اینان توسن اقبالمی توسن اقبالمی جانب اکتساب آداب متعطف قلوب، متعطف مثل منعطف، متعطف عطف دار، متعطف قلوب و آفتاب حکمت جوهر طبع اثر تحصیل معارف سالب رغبت کسب ادب قلدقده و کل بختم کسب هنر حواسیله ببخشید و کل بختم کسب هنر حواسیله açıldıqda معدن جواهر اکتساب کمالم بر بوستان جنت نشانیدی که صحن لطفی نشانیدی که صحن لطیفی صفوف غلمانیه خلد برینیدن خبر verirdی و مطلع اختر حصول اقبالم bir مکتب تعدیب ایدی کی فیضانی یا فسیانی نمیشه، فیضان باید بشه، فسیان هم میتونه بشه، فسیانی شریفی سر و قد سمنی بیرله جانان müjdesin yetirirdi sahne lütfu دروی خوبان در روی خوبان صحن لطف و در دروی خوبان. دروی چی میشه؟ نشته صف احتمالا این نشسته صف. صحن لطیف و در دروی خوبان نشسته صف دیدارشان مبارک همچون سطور مصحف خورشید لوح جون جون مهر یک نهاده در پیش، چون مهر یک نهاده در پیش
برگ کتاب چون گل هر یک گرفته بر کف، اما منور. حالا اینجا یه مقدار خیلی ریز نوشته، شاید بتونیم بخونیم یا نتونیم. اما هنوز، اما منور نور رسول لره، نور رسول لره نزاکت تبعیدن تا به اکتساب دقایق علوم و طاقت مشقت تعلیم حقایق. این حقایق هم دوباره پاک شده، تعلیم حقایق پاک شده، از نو نوشته شده. تعلیم حقایق حدود و رسوم الممغن، محفل بهشت آثار لرینده. همیشه اشعار آشگاندن، غیری نسنه علمزدن و مطالعه اتکلری اوراقده جگرسوز. حالا اینجا اگر دوستان بتونن کتاب رو ببینن، یک سطر و نیمی انگار که یکی دو تا کلمه اینجا پاک شده، دوباره نوشتن، در نتیجه شاید هم نمیدونم کلمات رو هم تو دل هم نوشتن، هم فشار دادن به هم، یعنی کلمه رو لاغرش کردن. چجوری بگم؟ هم تو دل همدیگه نوشتن، یعنی کلمات روی همدیگه قرار گرفتن، جا نیست، کلمات هم کوچیک هم ریز و هم در دل هم دیگه نوشته شده. حالا ریز بهتره. خب غزللردن، حالا از اینجا که آخر چیز میشه مطالعه اتیکلری، از اینجا مطالعه، از اونجا نه اتیکلری، از اینجا کلمات رو کش میده دیگه. حالا فکر میکنم که یه جایی، حالا شایدم به روحیه نویسنده تعلق داره، نمیدونم. در اون بالا هم یه جایی پاک شده بود، اونم یادم رفت بگم. ادب قلدقده و کل بختم کسب هنر حواسیله. اینجا هم آچلدقده، این قسمت هم احتمالاً یه بار پاک شده، احتمالاً خود نویسنده یا اون نسخه بردار این کار رو کرده باشه، احتمال میدم. غزللردن غیری bir خط bulunmazdi, bir maşuqdur hüsnü ibaret ziveri, can dilden nazenin mahbubler aşıkları, ol taifi girami مداومت صنایع اشعاریله، حالا صنایع اشعاریله و مواظبت لطایف گفتار، وقوف bilmişlerdi و حسن حالاتinde وقوف bilmişlerdi و هم عشق کمالاتیندن خبردار olmuşlardi. حالا اینجا آب دیگه وارد شده، معلومه خیلی چیز هست اینجا. ای خوش الکم طبع موزونیله، بحث شعر ادب خوب رولر، واقف مضمون اشعار اولالر و یمدن دیمدین فهم ادولر کیفیت اسرار عشق. دیمدین فهم ادولر کیفیت اسرار عشق، عاشق بیچاره حالندان خبردار اولالر. حبل یمده حبل هیلتمده روز ازلدن. احتمالا این هیل حبل تمده، این کلمه رو احتمال میدم که عربی ترکی قاطیه، یک کلمه ساخته. حبل تمده روز ازلدن، کلچ گزا حرف محبت نظمی رقم قılmıştı و هدیگه خلقتمده اونم
hüyletimde روز ازلden. احتمالاً aşık بیچاره halinden خبردار olalar hüyletimde. این یه چنین چیزیه، کلمه است. hüyletimde روز ازلden کلک گزا حرف محبت نظم رقم قılmıştı و حدیقه خلقتimde بدایت فطرتten تجسم müveddet موزونیت ekmişti. ol müc'agın o مجمعین یا مجمعن او مجمعن سحاب امتزاجیندن نهال تعغم اظهار ازهار استعداد اظهار گلها اظهار استعداد نظم دکته اول محفلونun havai اختلاطیندن سرسبز olup مزرعه امتزاجimde gül مزاق شعر bitti شاهد نظم سراپرده قوتده ایکن قوت هم میشون بخونیم شاهد نظم سراپرده قوتده ایکن قıldı ol نظمی görüp فعل فضاسینه خرام فعل قضاسینه خرام غنچنün غنچه تک احتمالاً یا غنچنün tek gönlünü açmağa لطایف هنرle. دوباره اینجا یه شعر بالای این صفحه نوشته که ازش بگذاریم. بلبله وردی صبا رخصت تقریر کلام لاجرم اندلیب شیدا kimi سرمست oldum ve ol güllere karıştırunum etmege استعداد و فطرتن رخصت buldum. حالا انگار که این خود فضولی داره چجوری چه اتفاقی افتاد چه شعر رو نوشت، داره اینو توضیح میده. یه مقدمه هست که داره در این مقدمه چطوری من به اینجا رسیدم که شعر می نویسم این رو داره توضیح میده. خیلی هم زیبا داره توضیح میده. oldum ve ol güllere karıştırınam etmege istidad fitretten ruhsat buldum. ol tabiatimde افق طبیعتimde سلال یا ملال سلال احتمالا باشه یا ملال باشه این نمیدونم هلال هم میتونه هلال موزونی بر هلال موزونیت طلوع edip ve ol خورشید وشlerden اقتباس نور شوق etmek günü bir gayete hüner ile oldu. Gayete چی میتونه باشه؟ هنر ile oldu ki az müddette eş'eyi envar nazm ile çok şehirlere doldu. سیت فصاحتیله این با سات نوشته شده نمیدونم معنیش چیه. سیت فصاحتیله sözüm tutuldu alemi. Ben mehd itibarda tifli zabun hanuz ya sunuz یه چیزی tifli zabun suz باید باشه. بوی خوشمله oldu معطر دماغlar. این شعره ben نافه وجودده bir قطره خون هنوز اونم هنوزه در باله. پس اول برگردیم اونجا رو بخونیم. سیت فصاحتimle sözüm tuttu alemi. Ben mehd itibarda tefli zabun hanuz. بوی خوشمله oldu معطر دماغlar. Ben nafi vücududa bir قطره خون هنوز.
زمان زمان ستوده ای، زمان زمان ستوده ای şeir af'alimle galip düşüp ve güruh güruh leyliveşler mecnun kimi istima şeir için başım aşıp şairliğim mügerrer oldu. اینجا آشوب رو دوباره از نو نوشتن. بسیاری از این چیزهایی که چیز هستش دیگه من نمیگم، اینها احتمالاً توسط نسخه بردار پاک شده و دوباره نوشته شده. در نتیجه همون خطه، همون چیز هست، همون قلم هست، ولی وقتی پاک میکنه یک کلمه رو هم جاش میمونه، سیاهی که پاک کرده اون میمونه، همین که کلمه رو مجبوره که حالا یه جوری بچسبونه، اونجا مجبوره که بره روی هم بنویسه. باشم اشوب البته اشوب şairliğim mügerrer oldu ve avazı nazm ile alemler doldu. Tabiat şöhre şehr olmağa meyl tamam etti. Ne pinhan eyliyim sevdani rüsvay alem etti. Ne pinhan eyliyim sevdani rüsvay alem etti. Bu hal mugarin meşşat himmet reva cürmedi ki مخدری حسن نظم پیرایی معارفتن خالی و مبرده. حالا اینجا دوباره پاک شده. مبرده جلوگیله. این مبرد نمیدونم که ممکنه که یک کلمه من نتونم این رو بخونم. معارفتن پیرایی معارفتن خالی و مبدوده احتمالا مبدوده هم بشه. جلوه قلا، نه این نمیشه. مبروده معارفتن خالی و مبروده جلوه قلا و صراف استعداد علو رفعت رضا ورمدی ki رشته سلک شعرم جواهر علمیnden آری گردنبند عالم ola. زیرا که علمsiz şeir esassız divar olur ve esassız divar gayette süst ve bir bunyad olur. پایه شعر و مایه علمiden muarra موجب اهانت bilip علمsiz şeirden galip پرروح kimi müstenfer ya متنفر edip galib بیروح kimi müteneffir edip bir müddet نقد حیاتم صرفی حیاتم اینجا با حیواتم اینجا خونده میشه، به نظرم اینجوری بهتره. bir müddet نقد حیواتم صرف اکتساب علوم عقلی و نقلی و حاصل ömrüm بدن اقتباس فواید حکمی و هندسی قılmağın مرور ile آلالی almak، در حالی که آلالی اصناف هنرden شاهد نظمه پیرایی مرتب قıldım و تدریج ile تتبع تفاسیر و احادیث edip fazilet şeire hidmet istadi töhmet olduğu tek hakikatin bildim. Şiiri doğundan olmayan vakıf. Şiir doğundan şiir zevkinden olmayan vakıf اهل نظمی مذمت eylemesin.
kendi vecihine itiraf etsin. Her keramata sihr söylemesin. القصه اختراع اسباب احتمالا اختراع باشه. اختراع اسباب نظم cəm olub muqtəzi zuhur asar olduğu zamanlarda ki hər dəm dəst qudrətin muxtərəat məsnuədən گردن کائناته bir حمایل اثر ایدی و هر ساعت سیاه طبیعتم حدائق مؤلفات بدیعدن bir gülüstana qədəm basardı. Bir gün bir nigar meşkin xət ki dani xalinə müşk Çin demək xəta idi və zülfi rəşkindən نافه تاتارنون روزگاری گرا ایدی سر به ناز که می خرامان بن افتادسینه سایه التفات سالدی. خیلی زیبا می نویسه و şirin کلماتیله خاطرم سروب gönlümü aldı. İsnai mesahibet ve heyni muhaverette dedi ki ای شکوفه بستان فصاحت و ای سبزه نوبهار حسن عبارت. موهام داره اینجوری سیخ میشه خیلی زیبا. و ای سبزه نوبهار حسن عبارت لله الحمد والمنه اراده توفیق سبحانی و مشیت تعیید ربانی ممالک فنون نظم و نثر تسخیرین sana müyesser etmiştir ve nöbet riyasat iqlim suxan tedriciyle sana yetmiştir. Egerçi Arab'da ve Ecem'de ve برکده و برکده حالا اگرچه عربده و عجمده و برکده این چی میتونه باشه نمیدونم. احتمالا ترکیده اگرچه عربده و عجمده و ترکیده yegane kamiller çoktur. Yegane kamiller çoktur ama sin kimi cemi lisane qadir cami cemi funun nazm و نثر yoktur. حالا که مفتاح زبانون روی روزگاره ابواب فیض açmaktadır ve خواص طبیعتون خواص و عوام دریای فصاحتن جواهر چیکار و saçmaktadır. اهالی عالمدن بعض آلایی منشعات و معنا و معماتیnden بهره فیض almışlar ve bazı mesnevi ve kasaidinden temettü bülmüşler ve bazı Farsi gazellerinin nakşi zemir etmişler ve bazı Arabi recezlerinin zevgine yetmişler. Haşa Türkzade mahbubiler feyz nezminden behremend olmayalar. درست خوندیم اون ترک بوده. هاشا ترکزاده محبوبler فیض نظمیnden بهرهمند olmayalar ve taife اتراک صاحب مذاقلری بوستان کلامیnden شکوفه دیوان bulmayalar. Bu sebepten binای طبیعتون قابل قصور ola ve bu vاسطeden آینه استعداد کمالın رخنه بوله. غزلدür صفا بخش اهل نظر. غزلدür gülü بوستان هنر. پس شعر اینجوریه: غزلدür صفا بخش اهل نظر، غزلدür gülü بوستان هنر. غزال سیدی آسان دگül. غزال سیدی آسان غزال احتمال باشه. غزل سیدی آستان دگül. Gazel münkiri irfan degül. Gazel bildirir şairinin
قدرتین غزل altırur nazıminin şöhretin gönül gelse əşara çox rəsmi var. Qəzəlni sən et cümlədən ixtiyar ki hər məhfilinin zinətidir qəzəl ki hər məhfilinin غزل زینتیdir غزل خردمندlər sənətidir غزل غزلdir ki məşhur dövran ola oxumaqda yazmaqda asan ola ancaq bu kələmat dilpəzir ol binəzirdən eşitdim məzmun kəlamın məhz nəsihət görüb icab iltimasına iqdam etdim iqtizai zamanıdan kəmal istiğna ruxsat vermədi. ببخشید اقتضای زمانیدن کمال استغنا رخصت ورمدی که صراف صراف خرد نقد اوقاتی صرف تصانیف معتبر etməkdə ikən bu cüzviyat bu cüzviyatı zayi edə və şəhbaz təbiət müəzzəm seydiləri görədürkən bu muxtəsər şikar ardınca gedə naçar محمل اعتبارımda bu əlavə lazımdır deyib zaman tüfuliyyətimdə sadir olub mütəfərriq olan غزلlər جالبه این متفرق و این غزل این کلمه olan افتاده بوده نویسنده اومده یه حفظی باز کرده بین این دوتا متفرق و غزل که این دوتا تو دل هم رفتن خودشون ولی یه حفظی بین وسط اون قافیه متفرق باز کرده و بالاش نوشته olan غزلlerden bu muhtasar divani cem etmek salahin gördüm ve خیلی این مقدمه شاهکاره به نظر من مهمتر از خود اشعار نظامی هستش صلاح gördüm ve ol vaxtdə bendün iltimas احتمالا حالا اینجا یک کلمه حدن التماس ایله آنلردن التماس بندن احتمالا باشه بندن یا بندون التماس ایله آنلردن التماس ایله olup صورت جمعیتین اختصار ایله tamam bitirdim امید چی ارباب فصاحت و اصحاب بلاغت مشاهده و مطالعه قıldıqda منشأ مولودم عراق منشأ مولودم یعنی جای تولد جای ولادت منشأ مولودم حالا میخواستم چی بگم اینجا رو بذارید میگم این اتفاق برای حضرت استاد شهریار هم اتفاق افتاده سالها و سالها در خراسان و در تهران شعر فارسی گفته در عشق یک فارس و بعد مادرش گفته من شعر تو رو نمیفهمم تو شعر برای من نمیگی من شعر با زبان من نیستی و ترک میکنه زبان فارسی رو و میاد داخل زبان این هم میگه که من به عربی و به فارسی شعر احتمالا میگفته و با یک خانمی آشنا میشه که خیلی دوستش داشته ظاهرا و این خانم میگه که این همه تو الله به تو استعداد داده در شعر و نثر اینها چرا این رو به ترکی نمی نویسی و فارسی و عربی رو رها میکنه و میاد اون شعرهایی که در کودکیشم به عربی و به فارسی احتمالاً گفته بود به عربی بیشتر البته میاد اینها رو دوباره به ترکی می نویسه این داستان این قضیه خب
و اصحاب بلاغت مشاهده و مطالعه دلدغده منشأ مولودوم اراق علوب حالا زندگیشون و تمام عمرده غیر مملکت داره سیاحت قلدغمدن واقف اولدغده bu illeti موجب سقوط اعتبار bilmeyeler و محل و مقامه göre rütbe istedadime hagaret ile نظر قلmeyeler. نگاه کن خیلی زیبا داره می نویسه، داره خیلی خیلی عالیه. یه بار دیگه میخونم اینجا رو. منشأ مولودum Irak olup tamam ömrüde gayri memleketlere seyahat kıldığımdan ve vakıf olduğumda bu illeti mucib sukut etibar bilmeyeler ve mahal ve mekamime göre rütbe istedadime hikaret ile nazar kılmeyeler zira ki etibar vatan istedad zavate تأثیر etmez. زیرا که اعتبار وطن استعداد زواته تأثیر etmez و سراغده yatmak این سراغ یراغده yatmak یراغ احتمالا یعنی دور یراغده Irak همان Irak و یراغ İrak'da yırağda yatmak ile taladan cela gitmez. اینجا یراغده یر در دل خاک یراغده یاتماغ ایله تلادن جلا گitmez نه اهل بلاد olmak ile nadan sahip kabul olurlar نه اهل بلاد olmak ile nadan sahip kabul olur نه بیابانlarda durmak ile دانا قبول جهل کلور. واو چقدر زیبا. اگر عمرها مردم بدسرشت بود همدم حوریان در بهشت در آن روزه پر پرصفا روز و شب ز جبریل خواند فنون ادب به آن اعتقادم که آنجا کار نکرد از او جز بدی آشکار وگر سالها گوهر تابناک وگر سالها گوهر تابناک گندخوار و بیقدر بر روی خاک بر آنم که کمتر نشیند غبار ز خاکش بر آینه اعتبار چو از خاک خیزد همان گوهر است شهان را برازنده افسر است. توقع بود عموما اهالی عز و اعتباردن خصوصا بلغای روم و فصحای تاتاردن. دقت بکنید و خصوصا حالا دوباره برمیگردم. توقع budur عموما اهالی عز و اعتباردن خصوصا بلغای روم و فصحای تاتاردن که اگر شاهد حسن ibaretimde ol diyarının o diyar نیک الفاظ و عباراتلerinden البته من یه بار دیگه اینو بخونم به نظرم میاد نیک نباید بخونیم هم نیارون بخونیم. اگر شاهد حسن عبارتیمده ol diyarının الفاظ و عباراتlerinden زیوری olmasa ve muhaddiri nazm ol mülkler letaif ضرب المثلlerinden zinet bulmasa معذور buyururlar. Zira ki her milkinin ahline ariyetten ar gelir ve her taifede her kim var ise tetebbü اغیاری موجب غیرت bilib bu diyarının istilahatı غیره معذور olmak üzrخواهimiz yeter بیهوده تعرضden نه
نه یتر لله، نه یتر لله الحمد و المنه که خاک کربلا سایر ممالکن جواهریندن اشرف اولدغی معلوم دور و رتبه شعرمی yerdə her yerde هم میتونیم بخونیم و rütbe şehrimi her yerde بلند eden حقیقتی bu mefhumudur. İlahi bu mühabbet nami ve bu فرزند دل پسند گرامی که زاده طبع فسونساز و نتیجه ادراک سحر پردازمدür امتعه عجز و نیاز و بدرقه سوز و گداز بدرقه سوز و گداز birle azimet gurbet etti ve cevahiri ma'ni ve verip akmışe تحسین احتمالا باشه آلمقه اقمشه تحسین آلمقه فضای عالمه محمل تجارت biritti. Biritti. Nitekim tevfik-i inayet hamrah edip مزیگ عدمدن رستنگاه وجود، این من رستنگاه میخونم ولی اینجا نه، مزیگ عدمدن رستنگاه، من اینو معنی دیگری بهش نمیتونم بگم ولی مزیگ عدمدن رستنگاه وجوده گتردین و تأیید مرحمت همراه ادب وادی انیدن بادیه شهوته شهوده ببخشید وادی ایندن احتمالا باشه وادی ایندن بادیه شهوده یتردنین نه دیار یته و نه ولایت کسه نه دیاره یتسه و نه دیار ولایت کتسه مقدم شریفین مقدم شریفین مبارک و میمون و مشاهده لطفین خجسته و همیون ادسن الهی بو محبوب زیبا و بو شاهد رعناکی مشاتی لطیفنün ruhsarına zinet vermiştir ve hülye tevfikin pirahen hüsnün bitirmiştir. Umumen cemi ehli fesad ve hususen 3 taife bednehadeden hüsnü himayetinde hüsn زندان هستش یعنی دژ حسن حمایتinde مسون و محروس ادسن biri ol کاتب نامقابل و ممل جاهل کی خانه مخالف تحریر تیشه بنیاد خامه مخالف تحریری تیشه بنیاد معارف در کلک کدورت تأثیری معمار بنای زخارف درگاه bir nokteye گسور ile محبت مهنت gösterir. ببین خیلی زیبا میگه یکی از اون قسم انسانی که باید ازش دوری کرد نویسنده هایی هستن که با یه نقطه دنیا رو به هم معنی رو به هم میریزن، مثل مهنت رو محبت رو میتونن مهنت. یه بار دیگه اینجا رو بخونم. میگه که
خصوصا üç taife bed nehadeden hüsnü himayetinde mesun ve mehrus edesin. Biri ol katib نامقابل، ارزش مقابل بودن نداره، نامقابل و ممل جاهل که خامه مخالف تحریری تیشه بنیاد معارف دور تیشه بنیاد معارف دور کلکی که دولت تأثیری معمار بنای زخارف درگاهی bir نقطه قصوریyle کم کردن با یک نقطه محبت مهنت gösterir. محبت رو مهنت نشون میده. قصوریyle محبت مهنت gösterir و گاه bir harf تغییریyle با یه حرف تغییر دادن حرف bir harf تغییریyle نقمت اگر میگه از اینها منو درستم میگه این نسخه برداران ممکنه همین کار رو بکنن. بیت تبت یدا لولاه ما ضربت معمورت اسست بالعلم والادب اراده من الخمر في افساد نسخة. احتمالاً حالا اینجا اگه اشتباه بخونم باید ببخشید، صداگذاری نکرده. تظهر الغیب تغیر من العیب. حالا اینجا نقطه با نقطه ها بازی میکنه و که الف با بازی میکنه، جا میکنه، اینو میخواد بگه. قلم olsun الهی. قلم olsun، قلم دو تا معنی داره. قلم olsun یعنی بریده باد. مثلا میرید میگی که حالا میرید مثلا گوشت بخرید میگی که قلم بذار، یعنی اینو ببر بذار اونجا، یا استخوانشو ببر بذار اونجا. قلم در اونجا به معنی شکسته، بریده. قلم در زبان ترکی به معنی بریدنه. نی رو میبرن، از اینجا میاد قلم، یعنی به قلم که گفته میشه از ترکی رفته باشه احتمالاً به یا از عربی به ترکی، نمیدونم، به احتمالاً از ترکی به عربی و از عربی به فارسی، یا از عربی به ترکی و از ترکی به فارسی، یا از عربی به ترکی و فارسی، هر دوتا نمیدونم. این رو من ریشه‌شو نمیدونم، ولی قلم در ترکی به معنی بریدن هست، به کار میره، ولی چیزای سخت نه ساده. قلم که نوک قلم رو هم میبرن خیلی سخته. این قلم رو یه جوری ببردید که خوب بنویسه و تراش تلیسه نداشته باشه، پلیسه نداشته باشه، پرپزک نداشته باشه، نمیدونم که به فارسی چی باید بگیم، صاف بنویسه خیلی سخته. برای همین قلم رو قلم کردم، پاشو قلم میکنم، یعنی میبرم. رفته تو فارسی هم رفته. قلم olsun علی اول کاتب به تحریرین چی فساد رقمی söz و mizi sözümüzü bizim sözümüzü rakami sözümüzü sever su ile ya sever eyler, sözümüzü şuur eyler, bebخشید şuur eyler. Cah bir harfi sukut ile gılur, bir harfi sukut ile gılur. Nasiri niyaz, nasir niyaz, niyar، ناصری یار. احتمالا یک چیزی داره اینجا، یه شعری چیزی هست. گاه bir harfi سکوت ile gılır nasiri yar، gah bir nokta kısur ile gözü kör eyler. gah bir harf سکوت ile gılır nasiri yar. نار یه وسط از اینها ناصری یار می نویسه. چجوری؟ اون سات رو بر می داره میشه نار. اینجا هم همینه، من یار خوندم اشتباهه، یار نار، ببخشید. جاه bir harf سکوتیله گلور ناصری، یعنی کلمه ناصر رو ناصری نار. جاه bir نقطه قصوریله gözü kör eyler. با یه نقطه هم göz رو کر می نویسه.
نقطه نمیذاره جز کر میشه. این خیلی خوب. فکر میکنم به خاطر این نویسنده مجبور شده هی پاک بکنه درست بکنه. باد سرگشته بستان قلم آن پیر پا، چه بود تیشه بنیاد معارف قلمش. چه بود تیشه بنیاد معارف قلمش، زینت صورت لفظ است خطش لیک حسود. پرده شاهد معنی است سواد رقمش. سواد در اینجا به معنی سیاهی، سواد به معنی سیاهی، سیاهی رقمش یعنی چیزی که می نویشه، رقم کردن، نوشتن. و پیری اول و بیری اول ناقص بد سواد کی. حالا این دومی، اون اولی بود، این دومی فرق چیه که باید ازش دوری کرد؟ و بیری اول ناقص بد سواد منو داره میگه. و بیری اول ناقص بد سواد که طبع ناموزونی له مجالس و محافل ده استدعای استعداد قلوب. okudukça نظمیدن نصری saçmalıya. یعنی شعر بخونه ولی مثل نظم بخونه، مثل نثر بخونه. saçmalıya یعنی، حالا saçma رو بیا درستش بکن، به فارسی نمیشه ترجمه کرد فکر کنم. ساچ از کلمه گیسو، saçmalamak مثل این یعنی پریشان حالی، ولی این نیست. یاوه‌گویی بکنه. saçmalamak پریشان حالی، این چیز خیلی زیبا. این saçma و saç از saç ساخته شده و saç دیروز اینو گفتن دیگه تکرار نمی‌کنم. حالا üçüncü کی بود؟ اول بیری و بیری اول ناقص بد سواد که طبع ناموزونی له مجالس و محافل ده استعداد قلوب. من میتونم شعر بخونم، من خودم رو دارم میگم، میام بخونم ولی خرابش میکنم. میگه که okudukça نظمیدن نصری saçmalıya. شاهد معنی جمالیندن نگاب açılmaya. شاهد معنی جمالیندن، شاهد یعنی زیبا، جمال هم که صورته. میگه از زیبایی اون معنا نگاب açılmaya، اون نگابی که باید برداره از صورت این زیبا، معنای زیبا، اون رو نتونه باز بکنه. یعنی شعر رو اگه بعد بخونی اینجوری میشه که انگار که شما با یه زیبارویی رو طرفی که روش معناش داخل زیر نقاب، زیر پارچه پنهانه. این خواننده شعر باید شعر رو چنان بخونه با نظم و آهنگ و اینها که انگار این نقاب روی این زیباروی رو برمی‌داره تا اون زیبارویی دیده بشه که دیده نمی‌شد. چون ما به شعر که نگاه می‌کنیم فقط این نقاب رو می‌بینیم، ولی وقتی اینو خوب بخونی که من نمیتونم، من انصاف علی هدایت رو دارم میگم، نمیتونم بخونم، اون نقاب همونجوری میمونه و saçmalamak میشه. مثلا اشعاری که من یکی دو روز پیش اون کتاب رو مال چی پاشا بود، دیوان پاشا، اون رو مثلا اصلا نتونستم بخونم، خرابش کردم. شاهد معنی جمالیندن نگاب açmaya. حالا اینجا یه چیزی با عربی نوشته، احتمالاً اینجوری باید بخونیم کلت، احتمالاً تکلمت باشه، نمیدونم. کلت لسانا سقیما من تصرفه صارت لآلی عقد النظم منشورا. اعضا القضايا عن الانتاج منطقه تصریفا قلب المذموم مکسورا. بریده باد زبانی که در ادای سخن از او میابی افکار منهدم گردد. از او مبانی افکار منهدم گردد. بریده باد زبانی که در ادای سخن از او مبانی افکار منهدم گردد. ز انقلاب تصاریف لهجه بداد وجود حسن عبارات منعدم گردد. بی نصیب olsun. حالا این خودش اینجا رو عربی نوشت، فارسیش گفت، حالا ترکیش هم میگه. بی نصیب olsun نعیم خالدن اول رشت کم یا زشت کم.
Bi nasib olsun naim xulduden ol zeşt kim, namulayim lehcesi موروسی ناموزون در. موروسی همون نصر. بی نصیب olsun نعیم خلدden ol زشت kim, ناملایم لهجسی موروسی ناموزون در. تیشه لفظی بنای نظمی ویران ایلیب. تیشه لفظی بنای نظمی ویران ایلیب. süst گفتاری فصاحت اهلینی مغبونی در. حالا سومی کیه؟ و بیری اول حاسد جفا پیشه و معاند خطا اندیشه چه طبع ناموزونی و دعوای شعری اما دقایق اشعاره صاحب شعر علمیه و ادراک رکیکی لاف نظم اوره اما حقای جفتاره راه تصرف بولمه لاجرم حسد دیده انصافن چور ادب ادراکine اعتماد eden cahiller huzurinde bihude taarruzlar ede ve herze daxliler birle şiirden zevq istima cede. ماتم دوباره عربی می نویسه. حالا تا اینجا متوجه شدیم؟ من الان دارم متوجه میشم این چیزایی که به عربی و فارسی می نویسه و ترکی همونها رو ترجمه خودش داره می نویسه. ما سم حساد الکلام غتتون یا غتمتون مزارتهم یا مزرتهم محض الزلالتی فی الملع تضیع مراعات الصنایع بینهم یا بینهم تصدت منهاج الوصول الى العلا. آه از آن بادیه همای بیابان حسد. احتمالا اینجا از آن بادیه پیمای بیابان حسد، پیما باید بخونیم ولی خب دیده نمیشه نقطه ها. آه از آن بادیه پیمای بیابان حسد که ندارد دل ظلمانیش از عرفان نور. چون عناکب دو سه بیتی که به هم میبافند، چون عناکب دو سه بیتی که به هم میبافد، خیش را دیده به از بانی دیده به از زبانی بیت المعمور. حالا این زبانی هستش چی هست؟ دیده به از بانی بیت المعمور. ای باشد همه جا مطرح مد نظرش، کرد و از کرد حسد دیده انصافش کور. خزان در گلشن عرفان حاسد، الهی حاسدی خار ایله دایم. حالا از اینجا به بعد دیگه ترکیشو بهتر میخونم احتمالا. الهی حاسدی خار ایله دایم، الشتر معرفت اهلینه آزار. işidir ilahi hasidi خار ایله دایم. işidir معرفت اهلینه ایلر الهی حاسدی خار ایله دایم. işidir معرفت اهلینه آزار. الهی حاسدی زار ایله دایم. رحمت ایزد اول حلالزاده پاک، اول حلالزاده پاک اعتقاده چی؟ جلسون چی؟ رحمت ایزد اول حلالزاده پاک اعتقاده جلسون çi? Bu Novruz şahidlere müşahede kıldığı a'lasın hülle tahsin ile cemaline zinet yetirir ve
از ناسین ادناسین شأن مروت birle zülfü hatasından uğdiye üyubin çıkarıp ayine kadrinden seygel ihsan ile noksan gubarini götürür. از اینجا به بعد دیگه پاک شده و البته با یه خط دیگری نوشته شده بوده. یه مهرم اینجا زده هند. آیا این مهر مربوط به خود نظامی هستش یا ببخشید فضولی هستش یا نه، اینو نمیدونیم. ادامه در اینجا باری لخلوت جسمنده جانون دمیون حالتی عشقی غایت گل بانون demiyon. Derdi bir üzve ifşa eyleme. Derdini bir üzve ifşa eyleme. Derdini bir üzve ifşa eyleme. Dökse kanun tire zahmi khun fişanın جردیلی برناوکی. دیگه حالا اینجا رو نخونیم بهتره. خب من فکر میکنم قسمت اصلی کتاب رو خوندم. به نظرم میاد که 1 ساعت و 38 دقیقه است. اون قسمت اصلی رو خوندیم، خیلی عالی بود. به نظرم یکی از بهترین کتاب‌هایی بود که من اصلا در مورد فضولی هیچ چیز نمیدونستم در اصل. امروز از خودش زبان خودش خیلی چیزها یاد گرفتم. حالا تلاش میکنم از اینجا به بعد چند صفحه مونده، تا اینجا 12 صفحه خوندیم. از اینجا به بعد اصل ماجرا از اینجا به بعده، یعنی شعرها از اینجا به بعد هستش که 102 صفحه PDF هست. خب من از هر 20 صفحه یه چند بیت رو میخونم. حالا از اینجا اول قد انار العشق للعشاق منهاج الهدی سالک راه حقیقت عشق ایلر اقتدا. عشق در اول نشاء کامل کیم آندان در مدام منده تصویر حرارت بنده تأثیر صدا. احتمالا دارم اشتباه میخونم برای اینکه بعضی جاها خوب دیده نمیشه. مثلا این تشویر باید باشه، به نظر میاد نقطه ها رفته باشه. من باید عشق در اول نشایی کل کامل کیم آندن در مدام میده. حالا اینجا میده نمیدونم، میده تشویر حرارت ینده تأثیر صدا. حالا اینجا ممکنه که یه چیزی باشه من نمیدونم. وادی وحدت حقیقت ده مقام عشق. وادی وحدت حقیقت ده مقام عشق. لیم مشخص. حالا اینجا علیم هست، لیم هست، این نمیدونم، این احتمالا یه الف ها اینجا افتاده باشه. چیم مشخص علمز ال وادیده سلطاندن جدا. وادی وحدتی حقیقت ده مقام عشق در. kim müşakhas olmaz ol vadide sultandan geda. Ey ki ehli eşke söylersen melamet terkin et. Söyle ki mümkün midir تأثیر تقدیر خدا. تغییر احتمالا باشه. Söyle ki mümkün müdür تغییری تقدیر خدا. عشق چلکی تکتی قدی حرفی وجودی آشگه. عشق چلکی تکتی قدی حرف وجودی آشگه. چیم اولا ثابتی حق اثباتنده نفی ما ادا. امیدوارم درست خونده باشم که مورد لعنت مولانا قرار نگیرم. ایلم از خلوت سرایی سر وحدت مهرایی.
eylem از خلوت سرای سر وحدت مجرایی، عاشقی معشوقدن معشوقه عاشقدن جدا. ای فضولی ای فضولی şaha sizduk buldum eşkiden. İhtimalen iştihasız ne? Ey Fuzuli intihasızduk. Ey Fuzuli intihasızduk ya sizdün buldum eşkiden. İntihasızlık buldum eşkiden. Ey Fuzuli intihasız ذوق buldum. حالا درست شد. ای فضولی intihasız ذوق buldum eşkiden. Beyledir her işçi hak adıyla kılsın iptida. این اولین شعر. بریم صفحه 30 کتاب. اینجا یه غزل هم از اینجا بخونیم. اگر مرادی سورمک صفای جوهر روح، فلک مراد یریت ساغر شراب صبوح. فلک مراد یریت ساغر اگر مراد olsa vermek safay cevher ruh, felek murad yerit sağar şarab subuh. Buyurma tövbe bana ol şarabiden nasih, ki görse ani dutar cezmi terk tövbe nesuh. Buyurma tövbe bana ol şarabiden nasih, ki görse ani dutar cezmi terk tövbe nesuh. Hücum gamde bana ani etti زورگی kim etti ani tufan olende keştiye Nuh. Mudam çeşmime kan doldurdu xedengi gamın. Yuva başımında tüten kuşları eder mecruh. Yuva başımda tutan kuşları eder mecruh. Dil oldu tiğ feraginle şerhe şerhe veli, ne sud olmadı tün hal dili sana meşruh. Tenimde بخیلو سناو گلنده شادم چیم. اینو دیگه نمیتونم بخونم چون که ظاهرا کلمه ها قاطی شده. تنیمده سنا بخیلو سناو گلیر. تنیمده بخیلو سناو گلیر gelirlenle تنیمده. اینجوری شعر رو میگه خراب کردن، داره نفرین میکنه من رو. یا مولانا بدون که تلاش میکنم بخونم، چیکار بکنم، بی سوادم دیگه. تنیمده بخیلو یا پخیلو sanavlarınla şadem kim. Tenimde pexillu sanavlarınla şadem ki der bela bu kilidiyle dür bena meftu. Dür bela bu kilidiyle dür bena
بنا مفتوح. نمیدونم، نتونستم بخونم. فضولی اولدی پلنگ فکری لموی مثال. پلنگ که نمیشه، ولی هنوز بولمدی اول سپرت احتمال وضوح او سیرت احتمال وضوح. نمیدونم، شاید این باشه. بریم صفحه 50. Gönülde bengi gamım gönülde bengi gamım vardır ki penhan eylemek olmaz. Gönülde benim gamım vardır ki penhan eylemek olmaz. Bu hem bir gam ki il taginden afgan eylemek olmaz. Ne müşkül derd olursa bulunur alemde dermani. Ne müşkül derd imiş eşkünün ki derman eylemek olmaz. Fenalinge çok azm etme ey dil, çekme ruh zahmet kim. Fenaligine ihtimalen. Fenaligine çok azm etme ey dil, çekme zahmet kim. Bu tedbir ile raf'i derdi hicran eylemek olmaz. Sakın gönlüm hicrisin necersin pendiden dem ürme ey nase. Sakın gönlüm این چی هستش؟ نچرسن پندیدن دم ürme ey nase. Havai nefs ile bir mülk viran eylemek olmaz. Dualar eylerem benden bana bir dem güzar etmez. Dualar eylerem benden bana bir dem güzar etmez. Ne çare seher ile servi xaraman eylemek olmaz. Ne çare sehr ile servi xaraman eylemek olmaz. Dehanının üzre le'alinin etmemiş dil def'i müşküldür. Dehanının üzre le'alinin etmemiş dil def'i müşküldür. Görünmez hiç cürmi yok yere gan eylemek olmaz. Görünmez hiç cürmi yok yere gan eylemek olmaz. Fuzuli alem ged içresen dem ürme eşkindin. Fuzuli alemi geyd itre. Fuzuli alemi geyd itre sen dem ürme eşkindin. Kemal cehl ile da'avi irfan eylemek olmaz. بریم صفحه 70. حالا اون صفحه ها رو دیگه نمیبینیم که قرار بود بخونم. نقاشی ها رو هم که دیگه ندیدیم. نلا درسه این که دیگه بذار ببینید شعر از کجا شروع میشه، از بالا شروع میشه. بذاریم از اینجا بخونیم. رهبری عرفانه بستر ساغر و ساقی دلیل. رهبر عرفانه بستر ساغر و ساقی دلیل. Ki mehu xurşididen tapmış temennasın halil. Olsa istidadı arif qabili idrakü hayy. Olsa istidadı arif qabili idrakü vahy ehtimalen باشه. Sırrı hak irsaline her zerre dür bir Cebrail. این بله این وحی بوده.
رهبر عرفانه بستر ساغر و ساقی دلیل kim meh و خورشیدیدن tapmış temennasın halil olsa istidadı arif qabili idrak vahy sırrı hak irsaline her zerredir bir Cebrail. Her kimin takdirden maksudu öz qədrincedir. Her kimin takdirden maksudu öz qədrincedir. Ehli eşk ister zulal vesl zahid sebil. Ehli eşk ister zulal vesl zahid selsebil. Selsebil aslında nemiدونم چیه. Cennete zahid bilir can vermedin yetmez veli. Cennete zahid bilir can vermedin yetmez veli. Can yetmez öz temennasindedir miskin bəxil. Cennete zahid bilir can vermedin yetmez veli. Cana yetmez öz temennasindedir miskin bəxil. Ey qılan izharı zillet izzet müjdeyi izzet sana. Ey qılan izharı zillet izzet müjdeyi izzet sana. Kim budur ki de müqərrərdir aziz olmaq zəlil. Kim budur ki de müqərrərdir aziz olmaq zəlil. Vədi vəslünün məni salmış xiyalın zülfüna. Vədi vəslün məni salmış xiyal zülfüna. Kim dilər timsalini sərmayi ömrü təvil. Ey Fuzuli, xublər zikri cəmalinlə xoşam. Ey Fuzuli, xublər zikri cəmalilə xoşam. Şükrü kim kəsb etmişim aləmdə bir zikri cəmil. صفحه 90 بریم. اینجا این مینیاتور زیبا خیلی آسیب دیده ولی واقعا زیباست. اینجا صفحه 90. بارجیر bülbül عرض gül ruxsar eyləyə. Baba gir bülbülə عرض ruxsar eyləyə. Heç külün ərzini bülbül gözünə xar eyləyə. Heç gülünün irzini bülbül gözünə xar eyləyə. یا جرسته خاریلیا. اینو نتونستم کامل. باغجیر بلبله عرض گل رخسار ایلیه. ایرزو باید باشه. باغجیر بلبله ایرز گل رخسار ایلیه. هیچ gülünün irzini bülbül gözünə xar eyləyə. Bağ şahidlerine zülf ile halün gösterir. Halünün göster ihtimalen. Bağ şahidlerine zülf ile halünün göster. Sünbili derhem edip nercisi bimar ile. Xunçe-i lafi letafette ağız açdırım. Xunçe-i lafi letafette ağız açdırım. Ləhzə ləhzə anı şərməndə-i güftar ilə. Sərvə azadəlik ismi ilə yazmışlur yemək. Sərvə azadəlik ismi ilə yazmışlur yemək. Anı həmşivə-i rəftar güftar ilə. Dar dünyanı
gönül cəhd qılıb tərk eydə gör. Dar dünyanı gönül cəhd qılıb tərk edə gör. Xab qəflətdə ikən kəndini bidar elə. Ey diگر زخمی ağız açma, xədəngin gözü sən. Ey diگر زخمی ağız açma, xədəngin gözü sən. Tinə zar nəhanim sir izhar eylər. Tinə zar nəhanım sir izhar eylər. Kəs fuzuli təğmaq غیر təmənnalərdən. Təməq. Kəs fuzuli təməqin غیر təmənnalərdən. Qanidə olsan tələb sübh didar ilə. Qanda olsan tələb صحبت دیدار ایله. بریم صفحه 110. بذار اینجا چی بود؟ اینجا رو بخونیم ببینیم این چیه. از اینجا این رو دیدیم حداقل. الحمدلله آثار قلبی و خدا. الحمدلله آثار قلبی و خدا و شکر لما فیه من الشوق یدا. ما امده و احبا صباح الابدا. لا اشرک فی ثناء ربی احدا. عربی از اینجا به بعد به نظر میاد الحمدلله من عز و کمالا و علا. من قام به امره و من باز الله. ثم الصلوات و التحیات علا. من فضله الله یعزن و علا. ای عقد گشای عجم و ترک و عرب. رسام رسوم فضل و آثار ادب. مضمون حدیثنün سبق هر ملت. دعوای قبولنün سند هر مذهب. خوش ol ki çəkib dam əcəl با تاب. خوش ol ki çəkib دم əcəl باده ناب. سرمست یاتم قبورده تا روز حساب. خوش ol ki çəkib دم əcəl باده ناب. سرمست یاتم قبورده تا روز حساب. غوغای قیامتده درم مست و خراب. نی فکر حساب اوله نی پروای عذاب. خیلی عالیه. تعمیر بقا و جمع مال الدین دوت. تعمیر بقا و جمع مال الدین دوت. هر آرزو etdün ki ana yeddün dut. Çün ömr bəqasına tutulmaz ummid. Hər hal ilə gəldügün kimi getdün dut. Çün ömr bəqasına tutulmaz ummid. Hər hal ilə gəldügün kimi getdügün dut. Canimdə olan zəxirə nutq həyat. Cismində olan cevher hüsnü harekat. Sarf olmadı xublərin rəhi eşqində. Sarf olmadı xublərin rəhi eşqində. Əfsus ki beyhudə geçirdim dəm ovqat. Deyirlər ki qılır qunçələbi yar ilə bəhs. Deyirlər ki qılır qunçələb yar ilə bəhs. Gülbərci tər ol la'li cühərbar ilə bəhs. Ol bir neçə dil sirlərə töhmətdir bu. Ol bir neçə dil sirlərə töhmətdir bu. Dəvaya gəlir ləhci güftar ilə
بحث. خیلی غمنون ادی نقد صبریم تاراج. احتمالا خیال غمون، خیال یعنی اردو، خیال غمون ادی نقد صبریم تاراج. صبریله müyəssər olmadı dərdə əlac. Ruxsarımə tökdü mərdum çeşmim qan. Mərdum, mərdumək. Ruxsarımə tökdü mərdum çeşmim qan. Hinduya görün la'li verir rumə xarac. Hinduya görün la'li verir rumə xarac. ای شربت وصلون علم هجر علاج. بازار غمون در اشک نقدینه رواج. حالا اینجاشو دیگه نتونستم بخونم، سخته یه مقدار اون خوندن این سطر. بریم صفحه آخر کتاب رو، این 2 صفحه آخر کتاب رو بخونیم، 2-3 صفحه و تمام بکنیم. 2 ساعته، 2 ساعت هم گذشته، 3 دقیقه. این شعر آخر رو میخونم و تمام. عرض دل خاک سپار بی مقدار. عرض دل خاکسار بی مقدار. بنده کمترین فضولی زار. چه مقیم مقام عزلت ادم. ساکن گوشه فراغت ایدم. که مقیم مقام عزلت ایدم. ساکن عزله گوشه فراغت ایدم. باشم düştü cah havas سوداسی. başıma düştü cah سوداسی. ذوق اهل تمناسی. havasi کسب ننگ و نام ettim. طلبی رفعتی مقام ettim. istedim kim ülüvvi قدر cah olum. مظهر lütfi padişah olum. bilmedim kim şikeste hal olurum. حسد اهلینه پایمال olurum. جمع اشرار خادم olmak elmiş. جمع اشرار خادم olmak olmuş. Süfehaya mülazım olmak imiş. Cem eşrara xadim olmak imiş. Süfehaya mülazım olmak imiş. Kim ki Allah'tan iba eyler. Kim ki Allah'tan iba eyler. Gayri dergaha iltica eyler. Hasılı zillet و خسارت olur. رخت امیدی حبس ile آرت olur. من عراقلیم. عرب جیرتی از ملک عجم. من عراقلیم. عراقلیم الف با الف. عراقلیم. عرب جیرتی از ملک عجم. هر دو گشتیم به اظهار سخن کام طلب. هر دو گشتیم به اظهار سخن کام طلب. رفتیم از دو کرم پیشه مراد دلخواهیش. و زر او زر از شاه عجم. من نظر از شاه عرب. تمت الکتاب به اون الملک الوهاب. و دیوان افصح المتکلمین. این چه فکر میکنم گدن العارفین فکر میکنم این باشه. املح الشعراء المتأخرین فضولی بغدادی. فی تاریخ تاریخ گذاشته اینجا. فی تاریخ شهر جمادی الثانی سنه. حالا اینجا بیا درستش کن.
نعمت الله چی یمردی. حالا اینجا تاریخ نوشته فی تاریخ شهر جمادی و ثانی تحریر پیوست. عدد نوشته یه یک هست، یه مثل دو نقطه روی هم هست، یه سه، یه نقطه، یه 6. نمیدونم این 1030 بنویسیم، 1306 بخونیم. نه این سنه، اون 6 که هست اون همزه سنه هست. 1030 آقا تاریخ این کتاب 1030. در پایین هم یه عددی به انگلیسی نوشتن، به لاتین نوشتن 1034 و در زیرش دوباره 1624. احتمالاً 1624. حالا اینا رو من حساب میکنم، بذارید ببینیم حساب بکنیم، بنویسیم اینجا 2025 ازش کم بکنیم 1624 رو 401 سال پیش. خب این از اینجا 401 سال پیش. حالا از همین بنویسیم که خب اینو پاک بکنیم، بنویسیم که 1447 ازش کسب بکنیم 1030 417. بله تقریبا درسته. حالا یک کار دیگه میکنم، این از این بریم سومین حالتی که تصور میکنم. 1130 رو بنویسیم، ازش چند بکنیم 1447 رو من 317 سال. این 100 سال به اون قبلیه نمیخونه. به نظر من همون 1030 درسته با انگلیسیش. انگلیسی که پایین جدیدن نوشتن، قدیمی نیست، جدیدن نوشتن این رو. ولی اون چیزی که این خود این آدم نوشته من 1030 میخونم، ولی این 1000 که یک داره، یک در مقابلش به طول یک دو تا نقطه گذاشته، اینگار که اینم مثلا یک هست ولی وسطش پاکه. میتونه صفر باشه به نظرم، ولی 30 رو درسته. 1030 من دارم میخونم اینو. این کتاب 400 و چند سال پیش شد. بذار ببینیم حالا میتونیم اینو برگردیم پیدا بکنیم. یه جایی بود که اینو میزدی چیزو نشون میداد، اون قبلی ها رو نشون میداد. حالا بریم از اینجا 400 و چند سال پیش بود، بریم اینجا 1447 ازش کم بکنیم 1030 رو 417 سال پیش این کتاب نوشته شده. انگلیسیش هم که این 417 بنویسم اینجا 417 سال پیش این قمری هست. و حالا اینو چیزش هم بنویسیم دوباره 2025 ازش کم بکنیم 1000 این 600 هست 624. این هم 401 سال میلادی اگه بذاریم، میلادی هم میشه 401 سال پیش این کتاب نوشته شده. حالا فرق بین اینجا با اینجا این 417 سال 16 سال اختلاف در بین این دوتا هستش. حالا احتمالاً نمیدونم این رو چجوری میشه حساب کرد، چون در اون سومین حالت که بیام این رو بنویسیم 1030 این کارم میتونیم بکنیم. اینجا بنویسیم 1030 ازش کم بکنیم 1447 رو این 417 سال میشه دوباره. $417 سال این درست در میاد. این درست در میاد با اون 417 سال قمری درست در میاد. این درست در میاد. خب با یک کتاب بسیار زیبا، نفیس و خوشنویسی شده، ترکی، عربی و فارسی. فارسی خیلی کم، بیشتر ترکی، عربی هم خیلی کم.
آشنا شدیم. حالا اینجا یه مقدمه هم اینجا هست. جهت حضرت رفعت و معالی پناه و وجیه الامارت و العز و الاقبال برخوردار، اینجا این برخوردار پاک شده، برخوردار نیک خلف صدق بندگان اعلی حضرت امارت و حکومت پناه عالی جاه مقرب حکام نظامات الامارت و الغروی الاقبال و المعالی و الاجلال رحمت به رحمت دستگیر هر بد و نیک چراغ چشم عالم سفرگلی بیک. این سفرگلی بیک این در حالا این سفرگلی بیک رو باید پیدا بکنیم. من این رو اینجا بنویسم شاید اگر وقت کردم. سفرگلی بیک برای این در اون زمان احتمالا این کتاب رو این آدم پیشنهاد داده که براش بنویسن. چنان ضبط امور ملک فرمود که هم حق راضی و هم خلق خشنود، همه پرگاروش آن رأی گیرد، همه پرگاروش آن رأی گیرد که حق در مرکز خود جای گیرد. ز آن کوتاه دست شست روان است، ز آن کوتاه دست شب روان است، که تیغ او چراغ پاسبان است. ز عدل او چو تیغ صبح و صادق، بود با پنبه هم آتش موافق. چو آتش هر که باشد شد سرکش، ز لطفش میزند آبی بر آتش. زهی خلق و کرم گز دور و نزدیک، همو گوید دعایش ترک و تاجیک. الهی تازه نور شمع خورشید، بود روشن چراغ ماه و جاوید. به کام دوستان گوزی بدخواه، گوزی بدخواه، حالا این گوزی چیشه هستش، چراغش زنده باد از دولت شاه. تمام شد. این یه احتمالا این سفرگلی خان هر کی بوده، سفرگلی بی، این کسی بوده که احتمالا دستور داده این کتاب رو بنویسن. با کتاب بسیار عالی مواجه شدیم، خوب خوندیم و بیش از 2 ساعت و 14 دقیقه هم ازش گذشته. روزتون خوب و روشن و امیدوارم که وارد دریای بیکران نورانیت تمدن فکری، عاطفی، اخلاقی، روانی، اجتماعی ترک‌ها بشیم و همچنین و از مهندسی جهل دورتر و دورتر بشیم و با این تمدن فکری، عاطفی، اخلاقی، مکتوب ترکی آغشته بشیم و یکی بشیم و دوباره از خاک ترک، گگنوس ترک برخیزد.